The terrorists were ordered to kill without knowing who their victims were. For example, the group had announced that a 60-year-old man named Jabbar Zareh was a torturer and must be killed. Actually, Zareh was a self-employed businessman. ایشون کاسب جز بود. واقعا اینطوری بود. و اینکه ایشونو ترور کردن، عرض کردم واقعا همه از ما سوال میکنن خب چرا این مرد چیکار کرده بود؟ این تروریست ها اومدن و موتور خودشونو 2 نفر بودن. موتور خودشونو این کنار پارک کرده بودن. اومدن پشت میز سوال میکنن اسم ایشونو و 3 تا شلیک با کلت انجام میدن و ایشونو ترور میکنن. سازمان برای بقای خودش حتی حاضر است بانیان و ایدئولوگ‌های سازمان را فدا کند. It wasn't just an order or command that do it. He used to direct it all through the procedure himself, plan it and into details and what the team should do and where they should go and how they do it. And they were told that the person, the red line was that they couldn't back up from the operation. اون چیزی که برای تو تعیین میشه فقط باید تو اون چارچوب حرکت کنی. یعنی اصلا یکی از آموزش‌های تشکیلاتی این سازمان چارچوب پذیری فرده. با همینم تونسته چیکار کنه؟ با همینم تونسته این بالاخره تعداد نفر رو الان اونجا الاف نگه داره. بعد از اینکه انتقاداتم رو نسبت به سازمان حول مسائل انقلاب ایدئولوژیک مطرح کردم، من به زندان رفتم و توی زندان انفرادی بودم. در این پروسه در واقع توی زندان من حدود 8 سال در زندان انفرادی سازمان بودم، زندان‌های مختلف سازمان. برای کسی که میشنوه شاید بسیار عجیب و غریب باشه. من بارها در نشست‌های مسعود رجایی بودم که ما شورای رهبری که از ما جدا شه و بره ما به قتل میرسونیم، میکشیم، نمیذاریم زنده بمونه. که البته من از اون ابتدا اصلا ناراضی نبودم. من در واقع صرفا سوال داشتم که توی زندان‌های انفرادی سازمان افتادم و تقریبا بیش از نزدیک 10 سال از عمرم من توی زندان سازمان بودم. یعنی این سازمان حتی مخالفین خودشم، نه حتی بحث دشمنم، حتی نفرات جدا شده خودشم که به نوعی مخالف خودش باشه در اصل اعتقاد داره به ترور اینا و حذف فیزیکی. یعنی حاضر نی حتی صدای یک مخالف رو در درون خودش بشنوه. And the people inside the organization were made to believe that the outside world is satanic and corrupt and the only way to salvation is through this organization. The MKO conducts military training at Camp Ashraf north of the Iraqi capital Baghdad. It's the only Iranian opposition group that has a prison for its own members. اولین روزی که افتادم زندان واقعا احساس می‌کنم که همه چیز برام فرو ریخت. گفتم که بفرمایید که شما منو میشناختید، من چه کاره بودم که واسید منو ترور کنید؟ گفت که ما از خارج به ما اطلاع میدن، آدرس میدن، ما که ترور کنیم. All 12,000 terrorist operations by the MKO inside Iran were conducted without the attackers knowing the victims. These attacks were carried out at the order of Massoud and Maryam Rajavi. And attackers like Robat had no choice but to obey orders. می آمدید می پرسیدید برید من چه کارم؟ من کسی رو کشتم؟ من کسی رو لو دادم؟ کاری نکردم که آخه کشتن من به چه درد شما میخورد آخه؟ من یه آدم عادی چه گناهی داره؟ یکی بیاد بشینه روی چرخ ببینه میتونه بشینه؟ بعد گفتم که شما حالا چند نفر ترور کردید؟ گفت 8 نفره. گفتم خب شما 8 نفر ترور کردید، ببینم ات کشته شدن اینا سیر شدی؟ من اسحاق تقی‌زاده فرزند بزرگ شهید تقی تقی‌زاده هستم. سال 61 پدر منو در همین مغازه که ملاحظه میکنید به شهادت رسوندن. شغل پدر من خاربار فروشی بود. سالیان سال اینجا مشغول به کار بود که منافقین اومدن اینجا و ایشون رو به شهادت رسوندن.
Taghi Taghizadeh was another victim of terror in the northern city of Rasht. He had a small shop and his crime was supporting the revolution. The terrorist shot him dead at his workplace. His wife has kept a shop running since her husband's murder, making a living for her and her children. تو همین مغازه خاربار فروشی که متصل به خانه ماست ایشون اومدن ترور کردن. 7 گلوله کلت 45 همه بالای گردن زده بودن که یکی از این گلوله‌ها که این دستش گرفته بود جلو صورتش خورده بود بین وسط شیشه ساعتش شکسته بود که ما اون رو به عنوان یادگاری تو خونمون داریم. از همه طرف بهش تیر زدن، سرشو زده بودن، دستشو زده بودن. دیگه ما اومدیم تو دیدیم که دیگه داداش من رسوندنش بیمارستان ولی متاسفانه دیگه به شهادت رسید. همین چند قدم بالاتر آقای عبازری اون واسه محرمزن داشتن بیچاره افطار می‌خوردن. اینا در اونجا که میندازن 2 نفر اونجا شهید میشه، اون شهید اسلام پرست و ثابت قدم 2 نفر شهید میشه. میرن بالاتر شهید حبیب زاده روحانی مسجد بود، اصلا بیچاره فقط غیر از نماز خوندن و غیر از کارهای شرعی کار دیگه انجام نمیداد. اون ترور میکنن و اینا به این وسیله واقعا میخواستن رعب و وحشت ایجاد بکنن در بین مردم بترسن بیرون نیان و واقعا مردم ازشون میترسیدن. حالا یه تعداد زیادی شما فکر بکنید اینجا قربانی شدن، هم سنای کم 16 سال 17 سال. جواب خون اینا رو کی میخواد بده؟ نرگس صفری هستن، همسر شهید جلیل احمدی نژاد. مغازه‌دار بودن، نه تو حاکمیت بودن، نه شغل پست مهمی داشتن، اصلا پستی نداشتن. تو این مغازه اومدن اینجا با موتور اومدن جلو واسطادن و داخل مغازه شدن یه بستنی بخرن. 4 تا گلوله بدنشون مستقیم خورد. از اون بود که ایشون تموم کردن و شهید شدن که تا اینو بردن دیگه به بیمارستان هم نکشیدشون. Jalil Ahmadinejad was a reputable businessman in the neighborhood where he lived. The terrorists went to his shop and pretended they wanted to buy ice cream. Then they shot him dead in front of his younger brother. سازمان مجاهدین میگفتن که ما برای خلق داریم مبارزه میکنیم، برای خلق داریم زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، ولی ما هم جزء خلق بودیم. افرادی که تحت پوشش سازمان هستن و زیر نظر سازمان هستن ایشون جوانایی هستن که گول خوردن و شستشوی مغزی شدن و هرچی اونا بگن انجام میدن. باز حاضری ما ملت ایران حاضر اگر توبه کنن با آغوش ملتشون برگردن. The MKO, like other sects, is worried that its members will leave the group. So the MKO leadership tried to brainwash its members using mind control techniques and other psychological methods. سازمان یه فضای استرلیزه به وجود آورده در قرارگاه اشرف. اساسش هم تو اونجاست. یعنی اساس نفراتی که تربیت میکنه حتی خارج هم میفرسته با اون ملأ و با اون اکسیژن در از تو خارج هم نگهشون میداد. قرارگاه اشرف برای مسئول رجوی سمبل یک استراتژیه، سمبل یک ایدئولوژیه. با نبودن این در واقع همه چی از بین میره. فرد هر لحظه‌ای که میره همینجور روی ذهنش کار میشه، روی احساسش، روی ذهنش، روی قلبش همینجور کار میشه میره جلو. اساس اونه که فرد فکر کنه همینه. Inside the organization we had to even talk about our night dreams. So it had to be very straightforward. But outside the organization we were allowed to say any lie that we wanted. این آدمایی که در درون قرارگاه اشرف هستن بیش از 25 ساله که در همون 4 دیواری اسیر هستن. نه از اینترنت اطلاعی دارن، نه از روزنامه، نه از دنیای آزاد. بسیار در واقع شما تصور کنید یک نفر 20 سال در یک محیط بسته باشه. They have no contact with the outside world. The people in Ashraf Camp for about more than 2 decades have no contact at all. They have no access to internet, telephone, newspapers, books, any sort of publications, no mobile, no satellite, nothing. And they have only been fed by the organizations. نه تنها ازدواج ممنوع هست، هر کسی هم که متأهل بوده باید طلاق می‌گرفته که گرفته. بنابراین توی 25 سال گذشته هیچ بچه‌ای به دنیا نیومده و در واقع این سمبوله برای اینکه بیشتر اهداف خودش و چیزایی که خودش میخواد بدون هیچ وابستگی دیگه‌ای بتونه روی این افراد پیاده کنه و قدم به قدم تمام ذهن و
قلب و احساس اینا رو تسخیر کنه. جاسوسی و محروم کردن اعضا از ارتباط